اما از روی مجبوری با مهاجرت میروند. تاجیکان مخصوص برای زندگی رو پیش بردن، یعنی در مهاجرت کار میکنند و زندگی خود رو اندک هم باشد پیش میبرند و ما هیچگاه از مهاجرت نمیترسیم. من میگم که همین آدمایی که به مهاجرت میروند اوایو در همین دولت خود و وقتی که مکتب رو تمام میکنند با همون خوندن خود و کار نمییابد. بعد از همین سبب مجبور میشه زندگی وی رو مجبور میکنه که به مهاجرت رود. از همین سبب وی برای پیش بردن زندگی خود به مهاجرت میرد. از مهاجرت البته من میترسم که برای که آن مملکت بیگانه است و در آنجا آدمان بیگانه ما رو چشم دیدن ندارم و از همین سبب من از این میترسم. سبب به مهاجرت رفتن این شرایط وزنی میباشد. بیکاری امروز در جمهوری اسلامی خیلی پهن شده است. از همین سبب نه، البته اگر مهاجرت برای خواندن باشد، برای چی باشد نمیترسم. با مقصد کار نمیدونم نرفتم بوده، اما نمیترسم. نه، نیت دارم ان شاء الله. مهاجرت چه جای ترس دارد؟ آدمی پاکیزه کار کنی اگه وای جای ترس ندارد. مهنت نیت حلال قتی مهنت حلال کنی اگه جای وای ندارد. کار کردن ممکن پاک باشی وای باشی وجدانی وای داشته باشی کار میکنی میبینی جای ترس ندارد. مهاجرت مهنتی ما دیگه مستفید شده میترسیم. همونجا بوم بری بعد چخل میشه. شرایط باشه رفتن در کار نیکیم نباشه چخل میروی داری با شرایط های همه گوجویت مبلغ گوجویت که همه بحرای موهید همونجا میره چکرتر میره انسان هم رنگی هم موهی های گوجویت یک چیز همونجا میره میتونم وابسته به شرایط های. وقتی که شخص به خود مهاجرت مهنتی میرود اگر که در همونجا خود حجتش درست کنه یگون کار غیرقانونی به دست نزد با او یگون کار نمیشه. میترسم برای چی جا از بخیر کار و بار چی ختمی یاو در بخونی چینی خوبتره. نه برای چی میترسیم؟ برای اون چی نباشه اون مختصر چی میگن یعنی نیتی با مهاجرت رفتن داره؟ رفتم اومد دادم اون کاملی نداره. رفتم اومدیم چیز اون گپ زیاده نیست. قانونی باشد اون جای ترسش نیست میره کار میکنه دولت‌های خارجی بو برمیگردیم پیش اون جای ترس نیست.